رجب علی ایبرانی. حاضر. السلام علیکم خاله جان. السلام علیکم. یک در 3 ساعت میکشویی؟ بیان خوش آمدین خاله جان. خانگی ها هم اساس تقا سازن خاله جان. سازای تقات هم سازای خانگی های هم سازن. خوش آمدین خاله جان. ای وای. اوه. این تشکیلی ابی این نوز نعمت ابی 24 ساعت از تشکیلی خریه اومدی یک میخچه بودی وزی رگی کنده شدی. در کجای خدا گفتی دختر کی صاحبی قچیز چهارش دی بچه ما کلان کردیم و فایده حقش شما میبینه با خوشتمانا گنده با خوشتمانا نامشون چی؟ ازرائیل آمد. خاله جان خوش آمدین. ای خوش آمدم نه آمدم که خوب کردم آمدم. وای اما روزی همین کلین کرده میتونه دما محقول نبودی خیلی دیگه نگاه کرده میشین یک پیاله چای کش خوشوی ترنگی توی ندیدیم یک پیاله چای کشته چای داری؟ خاله جان چای هسته اما خوشوی ترنگی توی ندیدیم دیگه ایره که دور اومدیم تش نموندیم فایده که بچه از آبو شما کشنیم و فایده که شما میبینیم دیگه شهر اومدی شهری شدی چی خیلی اوسینی کرتود کلتایه درستر کردن نمیشه اما اوسینی کرتایه باید که دیگه بچه خوبی من ایافتی بولوش بر اومده سوار میشی مرحمت گیرید خاله جان. چای بگی آخه همینه کمتر اندوزی چای قاقشه نمیشه سیاه دم کرده میمونی. مهمان داشته؟ نه خاله جان. برای خودت؟ السلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدی اوچه جان. خوش آمدی. کدام شمال و پرام؟ مادر جان خوش آمدین. یک هفته می شود این زنک سیم برای آش پشت ایسته که مقصد مادر می آید همین قزنگ میزنم بچم ای پای این مگزینم ای پای این کارو برم. خوش آمدین اوچه جان. خوش آمدین. خوش آمدیم نه آمدیم که آمدیم اکو بچم. کدام شمال و پرام؟ شمالوی مهر و محبت تو بچم. ای وای دستیرت خوبه اوخی؟ خدا بشکر. کار دنیا میشوم باید همه وقت اول یدیگر باشیم همه وقت اول اول یدیگر خبر بشیم. همین مهری تو که میکشه بچم همه چیه بهانه میکنم و سونگام میگیرم دویده میگم خیلی خراب شده بچم وای خیلی چای نمیتی بیچاره از کار اومده تشنه. بیار زنک جان چی داری؟ چی اوقات کردی؟ خوش کردگی مادر جان. هی دستات گلای خدا زبانت بلبل برا زنک جان بیا درام صدقه. تو چیقه مهربانی میکنی امینه؟ تو چیقه مهربانی میکنی؟ چیقه دوست داری میکنی؟ همیقه برای تو عزیزه همی؟ مادر جان این زن میشوه مادر فرزندو میشوه فرزندوی نازنین به دنیا آورد از انس جان و مونیز جان مادر جان اینه ببین دایم خانه تازه و آزاده خوراک گرم همه وقت تیار مادر جان لباسا شستگی تازه کردگی خیر مادر جان من چی به احترام میکنم من مادر جان مهر محبت نسبت زن احترام نسبت زن همه اینا من مادر جان ای شما آموختم شما دارین طرف یکم میگین که بچم با نشوه که زن تا برنجونی نشوه که کلی نخفه کنی نشوه که چیزی دلخواهی زن تا نخری یا دودر من میگین که دخترای خولا ما کلین کردیم من همین چیزا رو مادر جان میبینم ایروی سخنای شما نسبت زنم هم خیلی عمل میکنم باور که همین خیلی خوشبختم که مادر جان هیچ نگفتنی شیرونه پروردگار که خداوند من خیلی زنی نازنینم خیلی زنی مهربانه نصیب کرده است. و یا جیهانوی من میشه فهمیدی؟ و یا دختری خواهری من میشه
اگر گپی مرا میگرفتی و دختر خواهر مرا میگرفتی، حالا این روز ما چه مهربانی ها میکردم. تو ای پیسته به مغزه و او جهانای ما برابر نکن. فهمیدی؟ این هیچ وقت جای جهانای مرا گرفتن نمیتونه. یکم هنر نداره، یکم بلا کار ای دستش نمیبیوید. گوش کن منو بچم، حالی هم سری وقته بیو سر تشه. امی دو گودر داری، امی یک ساله علیمینه پیشکی میتی. یک زنید میتیم که 16 ساله 5 هنر دفکشه بچم. ماده تماما معقول نیست هم زنی تو. گوش کن مادر جان، ماده نه 18 ساله در کار، نه 19 ساله در کار، نه یاش، نه گفتی همون گپا پیری. ماده یگان نمودی دختر در کار نیست مادر. ماده همی زندگی آبادی خدم در کار، سربلندی همی فرزندام، خوشبختی همی فرزندام، خوشبختی همی زنم در کار. فهمیدی مادر جان؟ شما چه خیلی مادرین؟ شما با کدام رو مادر جان این فرزندا را کلام کردین؟ با کدام رو میخزین سخنان را میگین که زن تا بیرون ایده که چه خیلی دیلتون میشه فرزندی مردم را بدبخت میکنین؟ چه خیلی دیلتون میشه که آینده نبیراتون محتاج روی در خاله و عمک دیگر شوند؟ مادر جان چه خیلی دیلتون میشه؟ مادر جان من زندگی ما دوست میدارم، زندگی ما برای ما قدر دارم، من هیچ وقت زندگیم کندن نیست. یک چیز را فراموش نکنین مادر جان، چخیلی که ما برای شما عزیزیم، چخیلی که ما برای شما شیرینیم، چخیلی که ما برای شما قدر داریم مادر. عائله ما، فرزندای ما برای ما شیرینن، برای ما قدر دارن و ما زنی سرمیدگی ندارم مادر جان. بفهمید филми мазкур давом дорад. Барои давомашро дидан дар канал подписатсия кунед, дар навор як дона лайк гузоред ва дар комментария давом нависед.